салом дӯстони арҷуманд, ҳамзабонони гиромӣ, алоқамандону ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. Hello everyone, hello brothers and sisters, hello dear friends, welcome to our channel. This is 40th lesson. дарси 40 аст аз силсила дарсҳои New Grammar Time 1. خب شروع میکنیم از این صحیفه، یعنی صحیفه 77 از کتاب New Grammar Time 1. در درس گذشته question words رو گرفتیم، کلمه های سوالی که همشون از WH question عبارت بودن. اگر در خاطر داشته باشید و درس های ما رو پیگیری داشته باشیم، از اینجا آغاز کرده بودیم و ادامه میدیم. خب کی باشد در اینجا؟ خب میگوید که draw lines and match، خط بکش و پیوست کن. چرا پیوست کن؟ یعنی جمله های طرف دست چپ را با جمله های طرف دست راست که کدامش با کدام جمله مناسب است. خب آغاز میکنیم. When's Tom's birthday؟ When's Tom's birthday یعنی زادروز تام کی است؟ خب اینجا خودش خط کشیده. It's on the 14th of September. وای روزی 14 سپتامبر است. How are you؟ How are you جوابش چی می شود؟ خب how are you؟ I'm fine. I'm fine می شود. How are you؟ I'm fine. خب how old are you؟ How old are you؟ تو چند ساله هستی؟ جوابش می شود که I'm 10. I'm 10. من 10 ساله هستم. Who's this؟ Who's this؟ Who's this؟ یعنی این کیست؟ این کیست؟ خب این It's my brother Nick. It's my brother Nick. این برادر من نیک است. خب How many pens have you got؟ تو چند روچکه داری؟ تو چند روچکه داری؟ I have got 12. من 12. خب بله من 12 روچکه دارم. Where's the cake؟ Where's the cake؟ Where's the cake یعنی کیک و اون تورت در کجا است؟ خب تورت on the table در بالای میز است. در بالای میز است. خب اینجا. و what are these؟ What are these؟ What are these؟ اینها چی ها هستند؟ اینها چی ها هستند؟ پس they are strawberries. They are strawberries. خب جوابش در اینجا است. They are strawberries. Where do you live؟ Where do you live؟ تو در کجا زندگی میکنی؟ At 15 Portal Gardens. در کوچه Portal Gardens 15. خانه 15. What's your favorite food؟ What's your favorite food؟ What's your favorite food؟ خوراکی دوست داشته یا طعامی دوست داشته تو چی است؟ در اینجا نوشته که chocolate یعنی شکلات. What colors your bag؟ What colors your bag؟ رنگی سونکه تو چی رنگ است؟ It's purple. وای بنفش رنگ است. It's purple. وای بنفش رنگ است. خب تمرین رقم 2 circle the correct words یعنی کلمه های درست را حلقه بکش، دایره بکش. What's that؟ Who's that؟ اینجا کدامش درست است؟ خب جواب نگاه میکنیم. در جواب نوشته که It's my new phone. پس میفهمیم که در اینجا what's بوده است. What's. خب رسمی دوم. در رسمی دوم میگوید که how many یا که how old sisters have you got؟ در اینجا جواب نگاه میکنیم. I've got one sister یعنی من یک خواهر دارم. پس اینجا جوابی درست چی است؟ How many است. How many sisters have you got؟ How many sisters have you got یعنی تو چند خواهر داری؟ رسمی چند یکم دیوم سیما. رسمی سیوم Who's this یعنی که what's this؟ جواب رو نگاه میکنیم. She's my friend Vicky. پس معلوم میشه که who's بود است در اینجا. Who's. خب who's this یا who is this این کیست؟
she is my friend Vicky. Why دوستی من ویکی است. رسم چهارم when's Vicky یعنی که how old's Vicky. she is 10. پس میفهمیم که در اینجا how old's Vicky بوده است. یعنی ویکی چند ساله است. she is 10 و 10 ساله است. رسم پنجم who یعنی که how are you. I'm fine thanks. پس در اینجا how بوده است. how are you یعنی چی حال داری. خب I'm fine thanks من خوب هستم تشکر. how's یعنی که where's زوی. I don't know. خب در اینجا معلوم شد که where's میشود به خاطر که brain اومده است کی را سراغ دارد. زوی را سراغ دارد که زوی در کجا است. پس where's زوی در کجا است و توتی که من نمیدونم. question words کلمه های سوالی. خب look choose and write نگاه کن انتخاب کن و بنویس. how old what time how who where. خب در اینجا مثلا how are you کارکی چی حال داری. کارکی در جواب گفت که I'm not very well من خوب نیستم و در اینجا باید چی مونیم. she's at Anna's house. she's at خب اینا کم ترمایده کنیم که همش بطوه. she's at Anna's house میگه که وای در خانه آنا هست. پس سوال where میشود. where's زوی میشود. where's زوی. where's زوی she's at Anna's house. خب اینجا توتی میاد she's زوی's new friend. پس در اینجا who میشود. خب who's Anna یعنی آنا کی است. she's زوی's new friend و دوستی نوی کی است. زوی هست. خب در اینجا باشد توتی میگه که she's 9 it's her birthday today they are at Anna's party and I'm here. خب she's 9. پس در اینجا how old میشود. how old خب how old میگه که چند ساله است آنا. توتی میگه که she's 9 یعنی 9 ساله است. it's her birthday today امروز روز وی است. they are at Anna's party and I'm here اونها در جشن یا شب نشینی کی هستند. آنا هستند و من اینجا هستم. و توتی میگه که I don't know. خب در اینجا what time میاد. what time خب what time does the party finish یعنی که جشن یا که هم شب نشینی کی خاتمه مییابد. توتی میگه که I don't know من نمیدانم و توتی گریه داره در اینجا. برین اومده است میگه که poor کارکی پور کم بغل میشود بیچاره میشود. خب در اینجا میتوانیم اینو ترجمه کنیم که آه توتی بیچاره مایه توتی بیچاره مایه. خب با فکرم که همینقدر کفایگی میکند. قریب 2 صفحه گرفتیم. خب این به درسی چیلوم بدن. درسی چیلوم از درسی آینده از اینجا آغاز میکنیم. درسی 41 را درسی 41. خب خب دوستان ارجمند این بود درسی 40 از کتاب نیو گرامر تایم 1. نظر و پیشنهادات توصیات خود را میتوانید در زیر نوار نویسین و با صفحه های ما در سامانه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، توییتر میتوانید پیوست شوین. دنبالگیری کنید ما را. در زیر هر یک ویدیو این پیوندها یا ссылка ها هست. تا درس های نوبتی موفق و کامیاب و سربلند باشین. See you next class. Bye bye.